سلام، من ایران مسعودی. میخوام درباره اصول کلی لباس پوشیدن خانم‌ها باهاتون صحبت کنم. شماره 1. برای انتخاب رنگ لباس توجه به رنگ پوست، مو و حتی رنگ چشمتونم مهمه. دیدین یه وقتی یه لباسی به دوستتون خیلی میاد ولی به شما نه؟ ایشه با اینکه هیکلاتون هم شبیه همه. این به خاطر رنگ پوستتونه. واقعا؟ یه اپلیکیشن تعیین رنگ پوست بریزید روی گوشیتون Color Grab و بعد توی نور روز از پوست ساعدتون عکس بگیرید. شما درباره رنگ پوست خودتون شگفت زده میشید. مثلا باورتون میشه که من یه سفید پوستم و اینکه رنگ پوستم 33% نارنجی داره؟ اینقدر بدم میاد. دیدین یه روزایی هر چی با صورتتون ور میرید احساس میکنید بازم قیافتون زرد و زاره؟ به صورت خودتون دست نزنید. بینندگان عزیز، به گیرنده های خود دست نزنید. احتمالاً اشکال از رنگ لباستونه که با رنگ قالب پوستتون یکیه. مثلا من که 33% نارنجی دارم نباید رنگ نارنجی بپوشم؟ تمساح نه رنگدانه های رویوه کاملا مشخص یه تیکه چوب هست. رنگدانه چشیوه تمساح مولا کارد خانه ما رو بخوره. ببین تاپ. پس چه رنگی؟ رنگی که توی چرخه رنگ نزدیک رنگ منه، نه خود رنگ من. مثلا من چون نارنجیم، بابا نارنجی، زرد و قرمز بیشتر بهم میاد. حالا اگه توی این رنگا برم سراغ اون رنگایی که مشکیشون هم بیشتره که دیگه چه بهتر. مثل قرمز تیره. رنگ‌های هم خانواده رو که از قسمت اول یادتونه، درسته؟ خانم بخویا مامانمون. شماره 2. به معجزه طبقه بندی کمد ایمان بیارید. به رو اعتقاد دارید. باورتون میشه با همین لباسایی که دارید توی یه فشن شو را بندازید؟ البته به شرطی که جلوی چشمتون باشن و ببینیدشون. شاید مجبور باشید برای رسیدن به این هدف نصف لباساتون رو رد کنید بره. مگر نشه من رد شی. البته یک دست لباس کهنه برای انجام دادن کارهای خونه، باغبونی، تعمیر ماشین، تعمیر کولر، تراشکاری، جوشکاری، نگهداری. لباسی که توی یه سال گذشته نپوشیدید عمرن دیگه نمیپوشید. بشمار. به من اعتماد کنید و با خیال راحت همه رو بدید. لباسا رو بر اساس رنگ مرتب کنید و اون لباسا رو با هم ست می‌کنید توی کمد کنار هم قرار بدید. اینطوری وقتی می‌خواید از خونه برید بیرون، در به در این که الان چی و با چی بپوشم نمی‌شید. در به درم کردی تو کردی، دیوونه و شورید سرم کردی تو کردی. ضمناً شما میتونید با ترکیب همین چند دست لباس چند جور ست مختلف داشته باشید. از اون لباسی هم که تک افتاده و هیچی باش ست نمیشه یه عکس بگیرید که توی خریدای بعدی دنبال یه ترکیب مناسب براش باشید. من اون لباسی که هیچی باهاش ست نمیشه یهویی. راستی لباسای فصل قبل رو هم از تو کمد در بیارید و بخچه کنید. حالا چند قدمی از کمد فاصله بگیرید. یه چیزی شد نه؟ چی شده؟ شماره 3. چجوری با همین بودجه‌ای که داریم یک خرید شگفت‌انگیز کنیم و با خرید 3-4 دست لباس بیش از 100 تیپ متفاوت بزنیم؟ مگه میشه؟ مگه داریم ما؟ نکته شگفت‌انگیز اینجاست که با خرید 2 دست کت و شلوار، 1 دامن، 1 شلوار تک، 7 عدد بلوز، 2 جفت کفش و 1 کیف و با ترکیب اونها با هم دیگه به علاوه جادوی ریاضیات بیش از 100 ترکیب مختلف داریم. برید سراغ حراجی ها. 3000 اما آتشخال نخرید. 2-3 دست لباس با کیفیت خیلی بهتر از 10 دست لباس بنجله. آخر هر فصل هم میتونید جنسای خوب رو با قیمت خیلی ارزون بخرید. ولی حالا چون ارزونه دیگه هر چی دم دستتون اومد نخرید. وگرنه همه پولاتون رو میدید بابت لباسایی که هیچ وقت نمیپوشید. از من میشنوید برید سراغ مدای کلاسیک. لباسایی که هیچ وقت از مد نمیافتن. ایول. مدای عجیب غریب و ژانگولری خیلی زود از مد میافتن، بعدم میمونن دست. کلا چی میگه؟ از هفته دیگه میخواید رژیم شروع کنی؟ باشه. ولی به هوای رسیدن اون هفته از الان شروع نکنید به خریدن لباسای کوچیک‌تر یا بزرگتر از خودتون. ضمناً اگر میخواید اینترنتی خرید کنید، از جایی خرید کنید که ضمانت برگشت کالا داشته باشه. چون معمولاً اون چیزی که سفارش میدید با اون چیزی که به دستتون میرسه از زمین تا زیر زمین فرق داره. شماره 4. خانمای دکتر، مهندس، مدیر، معلم، وکیل، برنامه‌نویس، منشی، بانکدار، حسابدار، خلاصه همه خانمای شاغل، اگر میخواید حرفه‌ای به نظر برسید، عین یه حرفه‌ای لباس بپوشید. ما روانشناسا معتقدیم که هرچی خودتون رو بیشتر به نمایش بذارید، کمتر روتون حساب میکنه. مانتوی تنگ و کوتاه، موی بلند، ناخن دراز به درد محیط کار نمیخوره. شلوار جین برای محیطای غیر رسمی خوبه. پس اگر محیط کارتون رسمیه، شلوار پارچه‌ای بپوشید. کفشای پاشنه میخی بلنداتون هم بذارید برای یه جای دیگه. شماره 5. درسته که مهمونی خانوادگی محفل شناخته شده‌ای برای معرفی دختر پسرای دم بخت به مامانا و مامان بزرگا و خاله ها و عمه هاست. ولی لباس عروس آخه یعنی تا این حد؟ به اینکه
مهمانی روزه یا شبه؟ رسمیه یا غیر رسمی؟ توی خونه است یا توی باغ؟ سرده یا گرمه؟ عروسیه یا عزاست؟ خواهر شوهرتون چی میپوشه؟ یا مثلا دخترعمه اکرم میاد یا نه؟ توجه کنید. اگه نمیخواید کسی سنتون رو بفهمه، کت و دامن جواب میده. هیچ وقت سن یک ایرانی را از اون نپرسید. دختر خانمای نوجوان، لباسای ماکسی سنگدوزی شده رو بذارید برای مامانتون. به درد شما نمیخوره. من چی بپوشم؟ بچه‌شون من دارم مثل مرغ پرکنده بالبال میزنم. من تو غذای لباس پوشیدن گرفتی. توی مهمونی رسمی ترجیحاً لباس بلند بپوشید، توی نیمه رسمی میدی یا کوتاه. به کفشتون هم دقت کنید. لباس شب با صندل آخه. اگه امشب عروسی یکی دیگه است، بذارید لباس سفید یک دست فقط مال اون باشه. یه جوری لباس نپوشید که دوماد به جای عروس. یالا 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 یالا. لباستون باید یا از بالا باز باشه یا دامنش کوتاه باشه. هر دوتاش با هم خوب نیست. لباستون انقدر تنگ نباشه که معده و رودتون با هم درگیر شن. یه جایی هم برای شام عروسی بذارید. شماره 6. توی خونه چی بپوشید؟ آهن پاره، لباس کنه، جارو برقی، جوراب پاره. واقعا خانواده ما چه گناهی کردن که باید ریخت کوزتی و نامرتب و داغون ما رو ببینن؟ اسکروش بازی در نیارید. چند تا از اون لباس قشنگا رو که گذاشتید برای روز مبادا در بیارید. شما لایق بهترین هایید.